وقتی که هر روز می‌بینیم که چگونه اسرائیلی‌ها و ساختار ساخته صهیونیستی‌شان در سراسر خاور میانه بدادگری می‌کنند، در همین حالت یک آیت از قرآن کریم به یاد می‌آید. و بنی اسرائیل را در آن کتاب خبر دادیم که 2 بار در زمین فساد خواهید کرد و نیز سرکشی خواهید کرد، سرکشی کردن بزرگ. تنها به مثال رویدادهای 1-2 روزه در منطقه‌های گوناگون نظر اندازیم، ما می‌بینیم که این ساختار ساخته صهیونیستی همیشه قوم‌های را که در اینجا بار در صلح و آرامی می‌زیستند به حالت جنگ می‌درآورد. در نتیجه حمله‌های هوایی نوبتی اشغالگر اسرائیل به غزه تنها در 24 ساعت اخیر 93 نفر کشته و 278 تن دیگر زخمی شدند. در ساحل غربی فلسطین به اصطلاح متوجهین که در اصل تروریستان واقعی هستند به منطقه جبل السلامه در دهه ربک شرق جنین حمله بردند. حمله دیگر این متوجهان تروریست به دهه برقه واقع در شرق رماله باعث خرابکاری‌های بزرگ، سوختن ده‌ها وسیله نقلیات و کوشش آتش زدن 2 خانه گردید. صبح 1-2 روز پیش نیروهای اشغالگر اسرائیل عملیات وسیع بازداشت فلسطینی‌ها را در چندین ولایت‌های ساحل غربی فلسطین آغاز کردند، در حالی که متوجهان تروریست به مجمع مسجد الاقصی حمله بردند. در سوریه باشد، اسرائیل به منطقه‌هایی که اهالی اصلی آنها دروزها میباشند در السویدا و درعا ضربه‌های هوایی زد. نتانیاهو که از طرف دادگاه بین المللی جنایتی جستجو میشود و وزیر حکومت او بلاگر اسرائیل کاز اعلان کردند که به ارتش اسرائیل فرمان داده شده است تا نیروهای سوریه را در سویدا هدف قرار دهند. وزیر صهیونیستی معروف اوید به دیاسپورا میخائیل کلیک حتی به کشتن پرزیدنت سوریه احمد الشارع دعوت کرد. این تنها یک گزارش کوتاه جنایت‌هایی است که هر روز از جانب این ساختار صهیونیستی اشغالگر صادر می‌شوند. سیاستشناسان میگویند که اسرائیل کوشش میکند با افروختن آتش جنگ در خاور میانه زنده بماند. ولی شما چی فکر دارید؟ چگونه میتوان این بدادگری‌های اسرائیل را بازداشت؟ میتوانید فکرهای خود را در زیر کامنتاری ها نویسید.